دو تا کلمه بهت میگم راحت، جفتش هم بلدی. نگاه کن الان اینو بخون. یعنی چی؟ الان داری به من میگی ساکت. حالا این یکی رو بخون. quiet. این یعنی چی؟ ساکت. جفتش شد. quiet ساکت. نه بچه ها یادتون باشه این دو کلمه کاملا با هم متفاوته. اولا اولی میشه quiet، تلفظش quite هست با معنای کاملا یا بسیار. مثلا من به شما میگم I'm quite ready now. یعنی چی؟ یعنی من الان کاملا چیم؟ آماده‌ام. شد؟ منتها کلمه quiet یعنی ساکت، همونی که خودت بلدی. مثلا من به شما میگم be quiet. یعنی چی؟ یعنی آقا ساکت باش. متوجه شدی؟ حالا اصلا ما در زبان یه جمله‌ای داریم به نام you're welcome. بلدی you're welcome یعنی چی you're welcome؟ مثلا من به شما میگم thank you، تو میگی you're welcome یعنی خواهش میکنم. شد؟ حالا گاهی وقتا به جای you're welcome به شما میگن you are quite welcome. Thanks, Charlie. You're quite welcome. You are quite welcome. این quite برای این میاد که you're welcome رو تشدید کنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا کاری نکردم، خواهش میکنم. شد؟ حالا تو اگر بلد نباشی بهش بگی خواهش میکنم ولی ساکت باش. پس بچه ها این شد تفاوت quite و quiet. حل استفاده کن، لذت ببر.